ما پاتک میزنیم و اردوگاهشون رو غارت میکنیم. یه سری سکه بهمون میده که بهتون میگیم باید چیکار کنید. این برتر نبیننت. یکی دوتا، اینم سومی بود. خب اینا رفتن، اینا وارد جنگ شدن دیگه، کسی اینجا نیست. پس ما میریم اینجا رو پاتک کنیم. خب یه پیام جدید داریم. هنگام جستجو در میان تعلقات دشمن ذخیره از کالا پیدا می کنید. این کالا می تواند به مردمانتان فرستاده شوند که مطمئناً به آنها نیاز دارند، گرچه این حق شماست تا آن را برای خود نگه دارید. اوکی، میگم بیار برای خودم. خب اینا اینجا دارن جنگ میکنن، فعلا ما کاری باشون نداریم. خب رفت سراغ اینجا. خب حواستون به اینجا هم باشه. خب خانواده ها کم کم بیان اوکی میشه. خب اینجا هم غارت کردن. اینجا داره ادعا میکنه، میگه آقا این زمین برا منه، شما میتونید اعلام جنگ کنید که نیرو نداریم الان، پس کارشون نداریم. فعلا میخوایم از نه استفاده کنیم که یکم سکه به دست بیاریم. خب بیاد اینجا. خب همه چی تقریبا اینجا اوکیه. اینا هم بسازن. بازار زیاد شده، خب و این خوبه، این باید بره بالا. خب ببینیم اینو چیکار میکنن. میکنم زدن. آره این زودتر از ما گرفت. ما بک میدیم، اون گدنا رو نتونستیم بگیریم. خب اینا رو اگه نگه دارید کارا انجام نمیشه. خب پس باید آزادشون کنید که برن، چون از جمعیت روستاتون استفاده میشه، نمیتونید نگهشون دارید. خب ببینیم میتونیم ما کلیسامون هم اوکی کنیم. خب اینجا بسازم اوکیه. یک کوچولو فقط نفر نداریم. خانواده ها کم هن که درصد رضایت باید بره بالا. هم در صورتی میره بالا که شما اینجا آیتم داشته باشید. خب اومدن کم کم بازاریه شروع به کار کنن. خب اینا ما فعلا پاکش میکنیم، نیاز نداریم. 300 هفته بهمون سکه داد که میگیم بهتون باید چیکار کنیم. فعلا 300 روز ما تایم داریم که در مقابل ارتشی که قرار بریزه سرمون دفاع کنیم از خودمون. خب این فعلا نیاز نیست. خب ما چرا نفر نمیاد تو روستا، تو ارزم حضورتون تو روستا؟ چرا؟ چون دلیلش اینه، اول اینکه خونه نداریم، البته یه دونه داریم ولی باز باید بیشتر داشته باشیم. اینا رو بسازن.
این ورم یه کمی خونه بسازیم. این هم بساز. خب ماهی. خب یه نفر بریم اونجا، یه نفر از اینجا هم کم کنیم فعلا. غذا داره، پاک لباس. خب انبارمون رو چک کنیم ببینیم. پوست که نداریم فعلا. خب برای آپدیتش فعلا کلیسا میخوایم که گذاشتیم بسازه و خونه و خانواده. اوکی رضایت رفت بالا تقریبا. خب میگه یه خانواده جدید اومد. اوکی بیاد تون بیاد، کارتون داریم. خب از اینا سریع شروع کنم. خب میگه اینا میخوای چیکار کنی؟ هم میزنیم گاوداری شروع کنه. اینجا نیومد، میمد اینجا. خب بی بابا اینجا کشاورزی میکر داهه. خب رضایت مردم هم کم کم باید بره بالا. ما باید یه نفرم بریم اینجا که چوب بیاره که تموم نشه. خب اوکیه، اینا رو بسازه، اینم آزاد میکنیم که بره. هم سنگ میخوایم، سنگ هم داریم 10 تا رو. غارتگر پلای نزدیکی ها نیست که باش درگیر بشیم. فوکوسمون رو بذاریم روی 250 روز، چون غارتگر ها میگه دارن میان. حواستون جمع باشه. خب این ساختمون ها هم ساختن. اینجا هم بساز کلیسامونو. هم میزنیم برامون اوکی کنه. خب یه نفر دیگه هم به خانواده اضافه شد، نیومد اینجا ولی میتونیم کاری بکنیم که یه خانواده بیاد اینجا یا 2 تا باید بیاد. فعلا خونه نمیسازیم، خونه بسته، زیاد ساختیم. فعلا 4 تا خونه دیگه فکر کنم داریم. خب 1 2 3 4 5 6 تا 7 تا 9 تا خونه خالی دیگه داریم، فعلا نمیسازیم. میایم شکارگاه اوکی میکنیم اینجا یه دونه، اینم اوکی کنه برامون. سطحش هم بدیم بالا. خب اینجا هم یه نفر دادیم اوکی. ساخت و ساز اوکی تمام شد. اینم یه نفر میدیم شکار کنه که برامون گوشت و اینا بیاره، تنوع غذایی بره بالا و درصد رضایت اوکی. خب اینو میبریم این ور میسازیم. خب یه خانواده دیگه هم اومد. خب ببینیم دشمن نداریم، نه فعلا. یه خانواده اومد اینجا، نه اومد، 0.
یه نفرم میدیم اینجا که یه اردوگاه شکار. چرا من ساختم؟ میگم خدا یه جایی کار میلنگه، ما باید از این بسازه های. خب یه نفرم میدیم اینجا کار کنه، اینجا که داره کار میکنه. هیزم هم داره برامون میاره. هیزم خیلی داریم، بذار بیاره ولی بعدا میتونیم. من نیار دیگه، نه فعلا نیار. اینجا لشکر یک فرمان. اوکی نمیگه. خب میخوام بیان اینجا رو تصاحب کنن. دوباره ما چیکار میکنیم؟ باید آماده شیم که پاتک بزنیم به اینا. اوکی چون این قلم رو بیاد ارزم به حضورتون بیاد سری بیاد اونجا رو به تصرف بگیره، بعد میاد نوبت شما میشه. خب تابستان خب خشکسالی شده. خوبه حالا پاییز برداشت و محصولات شخم زدن کشتی. اوکی زمستان مصرف زغال 2 برابر می شود. چندان رسوم ممنوع است. بوته های توت وحشی به خواب می روند. اوکی خب سرعت بازی. خب درصد تنوع غذای بازار هم زیاد شده. فقط موند لباس. کم کم خانواده‌مون هم زیاد میشه. 9 نفر شدیم. اوکی خب برید اون ور نیاد سمت من. اوکی سعی اونو بردارید برید. خب بنازم بده بدار شد. خب 481 امتیاز فعلا. دله دزدی و 1000 تا کلک فعلا اوکی کردیم که خیلی به کارمون میاد تو این 176 روز مونده به جنگ. خب یا فعلا نیاز به آپگرید ندارم، ولی ما محض اطمینان میزنیم که یه خانوادی اومد توش یه وای نسته مستقیم کار کنه که کنم از این. خب اینجا یه نفر بدیم باز دوباره به اونجا و یه نفر هم بدیم به اینجا و لباس اوکی کنه. اینجا پوست حیواناتو میگیره بهتون چرم میده. خب یه لحظه بیکار کنیم اونجا رو بسازه. 2 نفر نمیخواد، یه نفر هم بدیم اینجا. اوکی سطح کلیسامون هم رفت بالا. یه نفر هم باید بدیم اینجا که اینا رو بتونیم آپگرید کنیم. یعنی الان ما تقریبا اگه ببینید موجودی غرفه سوخت با موجودی غرفه لباس اوکی نیستن. کلیسا زدیم، چاه آب زدیم. اینجا اوکی کن. یکم سرعت بازی ببریم بالا. خاک درصد رضایت مردم خیلی خوب داره میره بالا چون کلیسا هم زدیم.
بیشتر شد. الان لباس هم اوکی میکنیم که هم تو بازار درصدش بره بالا، هم از کلیسایی که ساختیم 2 تا خانواده دیگه هم بیاد اوکی میشه، خیلی اوکی میشه. این زمینامون هم سال بعد میکارن. اینا رو ببینید آزاد نکنید کار نمیکنن، تقریبا بیکار وای میستن و سرباز میشن. بساز ماشاءالله. خب یه تادیه دیگه اومده میخواد دزدی کنه. کجاست نمیدونم، کم کم پیداش میشه خودش. چادر میزنن. خب یه نفر دیگه هم اومد. خب هم بسازه. چون نمیاد اینجا. خب یه سرم اینجا بزنیم. 11. میتونیم به جای اینکه اینا رو دوتا کنیم 2 انبار بزنیم. خب یه انبار هم میزنیم اینجا که بهتر کار کنن. هم از این ور پارچه رو برمیداره، هم بالا میخوایم سنگ اینا رو درست کنیم، سنگ بیاره دیگه درجا میاره، طول نمیکشه. سنگمون رو بکشیم بیاد تا اینجا. اوکی. درصد رضایت مردم بالا، تنوع غذا هم بالا. یه نفر هم بدیم به کلیسا. خب اینم ساخت. انبار اوکی. آپگرید نباید میکرد دیگه کرد. پس اگه آپگرید کردیم یه نفر از اینجا میگیریم فعلا. اتحادیه موضوع جدید بکن. خب یه خانواده دیگه هم اومد. اینا بسازید سریع. خب لباسم کم کم داره اوکی میشه. لباسم درست کنن درصد بره بالا زودتر میاد. این چقدر بالا باشه، هر چقدر بالا باشه خانواده‌های بیشتری میان، زودتر میان. خب 94%. اینم اوکی شد، کاری باش نداریم دیگه. اینجا هم یه نفره. یه نفرم بدیم برامون غذا بیاره که تموم نشه. خب گوش داریم. ببینیم پوست چرم داریم که الان چرما هم میارن اینجا. اوکی. سوخت پوشاک 100%. میبینید چرم، علامت چرم میاد براشون که میتونن بخرن. این هم همینطور. خب اتحادیه چند تا اتحادیه داریم ما؟ چند تا دزد اومدن ما رو تصرف کنن خدا میدونه. میکنن کسی نمیبینن. فعلا کسی نیست. خب حالا جالب ترین کار، ما باید امارات بزنیم. خب امارات
امارت رو بریم سریع اوکی کنیم تا این 70 و چند روز تمام نشده. 5 تا چوب میخوایم. چوب چون نمیارید شما؟ چوب بیار. اینجا خب اوکی. الان اینجا ما همه امکاناتی که میخواستن رو فراهم کردیم. اینو میتونیم بگیم لول 2. خب اینجا که لول 2 بشه یه سری آیتم جدید دیگه براتون باز میکنه. سنگ نداریم که میریم سنگمون هم اینجا اوکی کنیم. خب چوب که داریم، سنگ فقط نداریم. خب تا اونجا که فعلا میخوایم برسیم به سنگ، میریم به بخش تجارت. خب اوکی، اینجا هم الان میسازن. فعلا یه نفر بکنیم، اینم یه نفر، اینم یه نفر و غذا هم که داریم، ولی بذار باشه 3 نفر کافیه برای ساخت و ساز. شصت و 7 روز دیگه مونده. خب اینا برن سر اینجا رو بسازن. خب اینجا میبینید همشون رو میتونیم لول 2 بکنیم. اوکی، بس اول اونا رو بسازه، این ساختمون رو اوکی کنن، بعد بریم. تجارتگاه هم اوکی بشه. خب هم اوکی شد. یه نفر بدیم اینجا دوباره که داره کار میکنه. اینم همینطور یه نفر میدیم از تجارتگاه. خب پاز میکنیم. ما میگه که میتونی اینا رو بفروشی، میگیم اوکی، من مثلا این زیاده صادراتش کن، 80 تا برام نگه دار، بقیهش رو صادر کن به یه مملکت دیگه. خب و همچنین میتونید ماهیاتون رو بفروشید، میتونید، ولی ما به اینا چون نیاز داریم فعلا. خب مثلا هیزمتون هم میتونید بفروشید، صادرات کنید، مثلا بگید از 300 تا 200 تا نگه دار، بقیه‌ش رو بفروش بده، چون انبارمون هم قرار پر بشه. و خب 68% رضایت مردم رو داریم، این خیلی خوبه. چوبم میگیم بیارم برامون، هیزم هم همچنین. الان دیگه نمیشه کار کرد، فقط باید منتظر باشیم سنگ بیارم برامون تا بتونیم عمارتمون هم اوکی کنیم.
خب ماشاءالله. میگه داشت ما باز میریم چیکار کنیم؟ دله دزدی بکنیم بک بدیم. کجا داشت شد؟ خب این بار هم مثل این که از این ور میان همیشه. اینجا که جایی نیست. من که جایی نمیبینم. فعلا برمیگردم. این 4 تا مونده. خب 5 تا هیزم به ما نمیرسه. ما اینا رو سریع اوکی کنیم. 5 تا چوب میکنیم بالا. خب اینم میگه پر شد. پس میگیم بی خیال کار نکن، بیا برو تو انبار کار کن. و اینکه 7 روز مونده تا غارتگرا بیان. ما جلو اینا رو بگیریم. خب اگه اینا باشن، فکر نکنم اینا باشن، ولی خب شیش روز مونده. اینا میسازیم. اینا باید امارتمون رو انتخاب کنیم که کجا باشه. ما میگیم خواهیم اینجا بسازیم، یا مثلا لبه پرتگاه بسازیم که میزنیم مثلا اینجا. با بستم میزنیم. خب اینو میذاریم تو اولویت. خب اینا میخوان اینجا رو غارت کنن. فکر نکنم برسیم. نوشته واحد دشمن شناسایی شد. پایین از دم گوشمون دارن میان و ما باید سریع. خب اینجا پاز کنید همیشه. تو یه وقت جنگی چیزی شد و میتونیم مثلا با 110 تا از اینا استخدام کنیم. خب استخدام میکنیم و اینا هم میتونیم استخدام کنیم، ولی فعلا دست نگه میداریم. خب ببینیم کجان این. او این برای مفهم. شما باید بیاید اینجا. شما باید بیاید دقیقا اینجا و شما هم بیاید اینجا. خب اینا رو باید ما یه پلنی بریزیم که اینا
گول بخورم بیفتن دنبال ما. اوکی که آتیش هم نزنم.